سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم در مورد ریجکس ها صحبت کنیم. البته بحث تئوری ریجکس ها رو میخوایم حالا این جلسه داشته باشیم و سه تا W what, why و when رو در موردشون صحبت کنیم. ریجکس چیه و حالا چرا ما باید از ریجکس استفاده کنیم و ریجکس رو باید بلد باشیم تا حدی، نه حالا 100% چون ریجکس ها خیلی بزرگن، و چه زمانی باید از ریجکس استفاده کنیم. مشخصا مثل تمام ویدیوهایی که تا اینجا داشتیم، این ویدیو تئوریه و حالا خیلی کم داخلش خود میبینیم و توی ویدیوهای بعدی بیشتر با ریجکس درگیر خواهیم بود. بریم که موارد تئوری ریجکس رو با هم شروع کنیم. بحث اول بحث چرا ریجکسه. چرا اصلا ما باید از ریجکس استفاده کنیم؟ من ترجیح میدم که ریجکس رو شروع کنیم با چند تا عکس معرفی کنیم. البته نترسید، قطعا هیچ چیزی اونقدر سخت نیست که آدم هرگز نتونه متوجهش بشه، ولی خب مطمئنا ممکنه یه چیزی پیچیدگی های بیشتر داشته باشه و خب ریجکس اینطوریه. داخل این عکسی بنده خدا گفته که من یه مسئله ای دارم که باید از رگولار اکسپرشن یا همون ریجکس استفاده کنم برای اینکه حلش کنم و پایین نوشته الان یک مسئله من تبدیل به 2 تا مسئله شد. مسئله‌ام که باید حل شه و رگولار اکسپرشنی که باید برای حل این مسئله بنویسم. و این عکس کاملا گویا هست که ریجکس تو چه وضعیتیه. دقیقاً خفن ترین جای پا رو حالا مورد اصابت قرار داده برای این برنامه نویس که شدیداً جلوی حرکتش رو به jolo رو گرفته و خب واقعا ریجکس پیچیدگی های خاص خودش رو داره. و در آخر یک عکسی هستش که این بنده خدا میگه ما چجوری ریجکس بنویسیم و میگه که open your favorite editor، اون ادیتور مورد علاقه خودتون رو باز کنید، حالا اینتلیج، نوتپد، وی اس کد، هر چی که هست. let your cat play on your keyboard، گربتون رو بندازین روی کیبورد و اجازه بدید شروع کنه کلیدها رو زدن. خب اون نمیفهمه داره چه کلیدی میزنه و خب این یک ریجکس رو تشکیل میده. حالا اینقدر هم الکی نیست، ولی توی مجموعه این سه تا عکس میخواستم متوجه بشید که ریجکس پیچیده است و درک، فهم و نوشتنش یک مهارت و تمرین خیلی زیادی میخواد. البته اواخر میگیم ما یه سری ریجکس هایی میخوایم که خب مشخصه و ممکن که نه، اکثر موارد با سرچ ریجکس هایی که ما نیاز داریم در میاد و فقط استفاده کننده ایم، ولی خب در یه حدی باید متوجه بشویم اون ریجکس چیه و داره چیکار میکنه. داخل سایت مدیوم یک مقاله ای بود که حالا ریجکس رو به این صورت معرفی کرده بود و خب من دوستش داشتم و ترجیح دادم از همین مقاله استفاده کنم، یه متنایی رو بردارم. در اون اول مقاله نوشته همیشه یک دشمن اصلی بوده، یه چیزی بوده که ما وقتی بهش میرسیدیم عجیب بوده برامون، گفتیم خب حالا باید چیکار کنیم و نوشتنش واقعا سرعت ما رو کند میکرد توی فرایند دیولپ. این موجود پیچیده حتی شجاع‌ترین کارشناسان فناوری رو به زانو در آورده. ریجکس خیلی بزرگه و خیلی هم سخته و شاید هیچکی نتونه ادعا کنه من کامل همه چی رو بلدم و شما هر ریجکسی رو بخواید الان فل بداه میتونم بنویسم، چون واقعا بحث بزرگ و پیچیده ایه. آنها دست به دامان استک اورفلو و چت جی پی تی شدن تا کمک بگیرن. خب مشخصا آدم ها اومدن سوال کردن ریجکس ایمیل چیه، ریجکس شماره حالا کارت چیه، شماره موبایل چیه و ریجکس های مثلا ایمیل، ریجکس های مثلا یو آر ال یک سایت، اینا به چه صورته. بالاخره آدما به هم کمک دادن و خب ما همیشه مدیون این کامیونیتی هستیم. اما نکته‌ای که داره، ما تو پایان این آموزش، البته اینم تو مقاله بود، تو پایان آموزش ما سعی میکنیم یک دانش کافی داشته باشیم برای اینکه حداقل اگر یک ریجکس رو دیدیم متوجه بشیم این ریجکس داره چیکار میکنه و حالا یه سری ریجکس هایی رو هم بتونیم خودمون بنویسیم. البته معمولا آدما به این صورت با ریجکس برخورد نمیکنن
مگر اینکه بخوان یه ریجکس کاستومایز شده بر اساس چیزی که خودشون مد نظرشون هست بنویسن. نمیدونم یه چیزی میگه حالا متن میخواد بنویسه، میخواد شروع کنه در مورد اون یه ریجکس نوشتن، خب یک الگویی بابت اون داشته باشه. وگرنه ما اکثر موارد نمیدونم ریجکس ایمیل میخوایم، کد ملی میخوایم، شماره کارت میخوایم و این موارد داخل اینترنت هستش، سریع سرچ میکنیم و استفاده میکنیم. ولی خب بالاخره باید متوجه بشیم داریم از چی استفاده میکنیم. و در نهایت regular expression یا به اختصار آدما بهش میگن regex is a sequence of characters، یک ترتیب توالی از کاراکترها هستش. خیلی عجیبه، اینو تو پرانتز بگم. that specifies a pattern in any given text، که تشریح میکنه، اگه این کلمه رو خوب معنی کنم، تشریح میکنه یک الگویی برای یک تکست، یک رشته، یک استرینگ. خب که حالا کم کم بیشتر این مبحث براتون باز میشه. البته دوستان یه نکته اینجا اضافه کنم، من قصد ندارم از ریجکس غول بسازم، خب که این تعریف رو اینجا براش آوردم. این مد نظرم هستش که وقتی دارید با ریجکس برخورد میکنید و دارید حالا ویدیو ریجکس رو با من جلو میارید، حس بد این که من متوجه نمیشم بهتون دست نده. به خودتون حق بدید که اوایل کار یکم براتون عجیبه و درکش براتون سخته، ولی قطعا هیچ چیزی نیست میگم که یه فرد بگه من نمیتونم اونو یاد بگیرم. خب ما یه ذهن بی‌نهایتی داریم مشخصا، فقط برای اینکه این حس ناامیدیه بهتون دست نده ما این صحبت رو کردیم و این فردم داخل مقالش این صحبت ها رو آورده بود. در کل نترسید، ادامه بدید که قطعا چیزی نیست که ما بخوایم پشت حالا اون سدش گرفتار بشیم. حالا ممکنه یه دوستی بپرسه ما چرا باید از ریجکس استفاده کنیم وقتی میگیم اینقدر پیچیدگی داره، مثلا یه کار دیگه کنیم. قطعا با موارد دیگه هم میشه حلش کرد، خب ولی خیلی روند سخت‌تر میشه و با ریجکس دقیق‌تر و صحیح‌تر و قابل اعتمادتره. ببینید استفاده از ریجکس اجتناب ناپذیره. شما اگر 5 ماه هم دیولوپر بوده باشید قطعا یه دونه ریجکس نوشتید و در ساده ترین حالت مثلا برای ولید کردن و اعتبار سنجی یک پسورد که حالا این موارد رو خواهیم دید. برای پردازش ها زبان طبیعی استفاده میشه، استخراج داده ها از وب، اعتبار سنجی داده ها، چیزی که ما تا اینجا دیدیم با ایف و الس هندلش میکردیم. مثلا کاربر یک اسم داده، آیا این اسم ولیده، فور انداختیم، طولش رو چک کردیم، گفتیم عدد نداشته باشه، یا مثلا آیا این ایمیل ولیده، آیا این کد ملی ولیده، باید 10 حرف باشه، باید همش عدد باشه، باید از حروف نباشه. اعتبار سنجی داده ها چیزی که ما خیلی تا اینجا بهش احتیاج داشتیم و از روش‌های دیگه حلش کردیم و می‌خوایم ریجکس رو بیایم جایگزینش کنیم. خب جستجو و دستکاری متن و موارد مشابه بسیار کاربرد دارد. این بحث اکسترکت کردن که مثلا من می‌خوام یه چیزی رو از سوی متنی بیارم بیرون. ریجکس در زبان‌های برنامه‌نویسی ویرایش‌های متن مختلف پیاده سازی شده. خوبیش اینه که شما چه جاوا کار کنید، چه پایتون کار کنید، هر زبانی کار کنید، ریجکس داخل اون زبان برنامه نویسی شما هم قطعا هستش و شما میتونی اونجا ازش استفاده کنی. مورد آخرم که در موردش صحبت میکنیم when، ما چه زمانی باید از ریجکس استفاده کنیم. خب یه زمانی شما میخوای دنبال یک الگوی خاصی تو یک متنی بگردی، برای سرچ میخوای استفاده کنی. مثلا میخوای تمام شماره موبایل ها یا ایمیل ها رو داخل یک متن پیدا کنی، یا مثلا تمام شماره موبایل هایی که با 09 شروع شدن یا مثبت 98 شروع شدن که برای ایران هستن. خب و شما اینجا از ریجکس کمک میگیری. ببینید یه وقت ذهنتون سمتی نره خب میزنم 0912 1 2 3 4 5 6 7 8، این فقط به اون شماره اشاره میکنه. شما میخوای یه چیزی بنویسی که به همه شماره حالا موبایل های اشاره کنه که با مثبت 98 یا 09 شروع شده.
برای ولیدیت کردن ورودی ها رو اعتبار سنجی کنیم. مثلا مطمئن شید که رمز عبور قوی داده که مثلا حتما 8 تا حرف باشه. ببینید الگوش اینطوریه، 8 تا حرف باشه، حروف آپرکیس داشته باشه، لاورکیس داشته باشه، از اسپیشیال کاراکترها مثلا شارپ یا علامت نمیدونم ادساین داشته باشه، از اعداد داشته باشه، مثلا فاصله داشته باشه و این موارد. خب برای اینکه یک ایمیل معتبر یا نه، مثلا خواستن در مورد جیمیل بخوایم صحبت کنیم، مثلا بگید @gmail.com حتما آخرش باشه، اولش با حروف شروع شده باشه و این موارد. برای اکسترکت کردن شما این متن طولانی داری، فقط ایمیل ها رو میخوای از داخلش جدا کنی بیاری و کاری به بقیهش نداری. اینجا میگه هر الگویی که با این مطابقت داده شد برای من اکسترکت کن. خب و بحث ترانسفورم کردن یا ترانسفورم کردن این متن رو طبق الگوی مشخص جایگزین کنیم یا تغییر و جایگزینی بخشی از متن با استفاده از الگو. مثلا چطوری شما داخل یه متنی اومدین تاریخ ها رو اول روز نوشتید، بعد ماه نوشتید، بعد سال نوشتید. میخواید بگید هر متنی که با این ریجکس خون، یعنی اول روز بعد ماه بعد سال بود، اینو بیا برعکسش کن برا من، فرمت تاریخ رو برعکس کن، اول سال رو قرار بده، بعد ماه و بعد روز رو قرار بده. این الگوهایی هم که داریم میگیم هی الگو میتونه به آسونی یک کاما باشه، یعنی همینقدر ساده باشه، میتونه به پیچیدگی یک ایمیل باشه. البته وقتی میگیم پیچیدگی ایمیل یه وقت فکر نکنید پیچیده ترین چیزی که با حالا الگویی که با ریجکس میتونیم بنویسیم برای ایمیل، قطعا اینطور نیست و ما خیلی ریجکس های دیگه ای داریم که خیلی سخت‌تر و پیچیده ترن. حالا به نسبت سوادی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. خب یه مثال خیلی کوتاه هم از ریجکس ببینیم. فقط قبل از این مثال ببینیم من 2 تا نکته میگم. شما اگه برنامه‌نویس زبان دیگه‌ای هستید اهمیت ندید اینجا یه کد با جاوا نوشته شده و اصلا نترسید. صرفا به مثال توجه کنید که با ریجکس و بدون ریجکس چقدر کد ما متفاوته. نکته اول. نکته دوم، به ریجکسی هم که نوشته شده توجه نکنید، چون ما فقط اینجا میخوایم یکی از فواید ریجکس رو بگیم، نمیخوایم درگیریم باشیم این چه ریجکسی نوشته شد. برای همین من که خودم همیشه کد میزنم هیچ کدی الان نمیزنم، همه چیو کپی کردم آوردم و صرفا انداختم اینجا که شما درگیری ذهنی نداشته باشید این یه چیزی بود من الان باید متوجهش میشدم. اصلا اینجوری نیست و خودتون رو درگیر موضوع نکنید، نه کد جاواش نه ریجکسش. ببینید من توضیح خلاصه بخوام بدم، من اینجا 2 تا متد دارم. یه متد داره یه پسورد و ولیدیشن و اعتبار سنجی میکنه به صورت معمولی صرفا با ایف و الس و حالا کدی که زدیم. یه دونه داره با ریجکس کار میکنه. این 2 تا متد رو بررسی کنیم ببینیم چطوریه وضعیتش. ببینید متد اولی داره با ایف و الس انجام میده. یه استرینگ پسورد داره بهش پاس داده میشه و این میاد ایف میذاره، میگه آقا پسورد لنگسش حالا یه وقت کوچیکتر از 8 نباشه. خب حالا اگه کوچیکتر از 8 نبود بیا حساب کن حداقل دیجیتاشو بشمار، حروف حالا کوچیک انگلیسیشو بشمار، حروف بزرگ انگلیسیش هم بشمار، یعنی آپرکیس و لاورکیس رو بشمار. بعد حالا اینجا دوباره توی یه همچین فوری اینجا زده و اومده کاری که انجام داده اومده اسپشیال کاراکتر هاشو حساب کرده که چند تا اسپشیال کاراکتر مثلا علامت خطر و ادساین و شارپ و اینا داره. خب اینا رو اومده محاسبه کرده و در نهایت یه ایف و الس نوشته که حالا ایفش هم میشه دیگه خطی کرد، اهمیتی نداره و اینجا گفته اگر دیجیتش بزرگتر از 0 بود و لاور کیسش بزرگتر از 0 بود، آپر کیسش هم بزرگتر از 0 بود، اسپشیال کاراکترش هم بزرگتر از 0 بود، پس این پسوردیه که تمام اون چیزایی که ما مد نظر داریم رو داره. حواستون باشه بحث طولش رو هم اینجا ولیدیشن کردیم. خب بحث طولش اینجا ولیدیشن شده و حالا بحث این که چه شرایطی داره داخل خود پسورد اینجاست. حالا چون این متد این چیزی که ما نوشتیم قطعا خیلی بهتر میشه نوشته، ولی چون مال جلسات اولمون هستش برای همین یکم خانه‌ای خیلی خوبی نداره، قطعا متدهای کوچیکتری امکان تبدیل شدن داره. این با متدی بود که داره با ایف و الس کارو در میاره. حالا یه متد اینجا داریم با ریجکس داره کار میکنه. ببینید همین، یعنی متد بخوایم شالوده‌شو در نظر بگیریم یه خط، یعنی همین چیزی که داخلش اهمیت داره همین یه خطه.
میگه این پسورد مچ با این پترنی که من اینجا نوشتم. حالا این یه ریجکسه، این یه ریجکسه که نوشته شده و میگه پسورد مچش هر زبون برنامه‌نویسی هم باشه یه همچین امکانی داره که شما یک رشته تعریف کنید که ریجکس تو داخلش قرار دادی و روی یک استرینگ داری تست میکنی ببینی آیا اون استرینگ و رشته‌ای که داری با این الگوه همخونی داره یا نه. اصلا مهم نیست، پایتون، جاوا، جاوا اسکریپت، نمیدونم راست یا هر زبونی باشه. خب حالا بریم خروجی ازشون بگیریم. ببینید من به هر دوتا اومدم یه تست پاس دادم، میگن نه اینا ولید نیستن چون کمتر از 8 حرفن و بقیه موارد. میگم خب تست مثلا A یک ادساین یه 1 2 3 هم میزنم که حالا طولشو من نشمردم ببینم چی شد. از همین یک کپی میگیرم و پیستش میکنم روی این و مجدد ران میکنم و الان توقع دارم که ترو رو توی خروجی ببینم. ببینید ترو یعنی میگه الان توی پسورد ولید داری. چیزی که مهمه کدی که اینجا نوشته شده یا ریجکسی که اینجا نوشته شده نیست. توجه کنید من با ریجکس بدون ریجکس اومدم چند خط کد نوشتم؟ 30 خط کد نوشتم که حالا میشه خلاصه ترش هم کرد، مثلا تو 25 خط 22 خط جمعش کرد، ولی مهم نیست حتی تو 20 خط هم جمع بشه. اون متدی که داره با ریجکس کار میکنه توی 4 خطه. ببینید 1 2 3 4 خط، حتی اگه اینا رو بخوایم حساب کنیم بحث کرلی بریس و نهایتا توی 4 خط کد جمع شده. میبینید که ریجکس چقدر باعث حالا خلاصه ترش شدن کد ما میشه. یه وقتایی هم یه جایی دی واقعا بدون ریجکس نمیشه ادامه داد. حالا اینجا ما بدون ریجکس میتونستیم یه کاری کنیم، ولی یه سری جا اگه بخوای بدون ریجکس کار کنیم دیگه خیلی زندگیمون سخت میشه. برای ما اجتناب ناپذیره باید یه مقداری ریجکس بلد باشیم تا بتونیم از پس خودمون بر بیاییم. توجه کنید دوستان، ریجکس فقط برای برنامه نویسان و فقط برای برنامه نویسی نیست. خب شما خب اگه بخوای برای سرچ استفاده کنی ممکنه برنامه‌نویس نباشی، یه متنی داری با یه حالا متن ادیتوری با هر چیزی بازش کردی و میخوای با ریجکس داخلش سرچ کنی. مثلا من یه برنامه داخل لینوکس دارم، قطعا برنامه داخل ویندوز هم هستش که با ریجکس عملیات سرچ رو انجام میدم. یه متنی از اینترنت کپی کردم اینجا، چند دفعه تکرارش کردم، یه متن یکسان که سری ایمیل داخلش. من میخوام این ایمیل ها رو با یک ریجکس پیدا کنم، کاری به بقیه متن ندارم، فقط دنبال ایمیل هم و فقط میخوام سرچ با ریجکس برای پیدا کردن ایمیل ها انجام بدم. اینجا یه گزینه سرچ این برنامه داره و یه گزینه فایند. من رو فایند کلیک میکنم، میگه خیلی خوب اینجا یه تیکی داره، دقت میکنید میگه اگر این تیکو بزنید چون میتونید با رگولار اکسپرشن عملیات سرچ رو انجام بدید. حالا میتونم برش دارید و با چیزهای دیگه جلو برید. من میگم میخوام با رگولار اکسپرشن جلو برم و ریجکسی که حالا شما توجه نکنید ریجکس چیه، به هدف و اون چیزی که من میخوام بهش برسم، اون نقطه‌ای که من میخوام برسم توجه کنید. ریجکس رو اینجا من میندازم خب و میگم حالا نکست، بعدی اینو مثلا پیدا کن. خب ببینید اینجاست، داره این زیر کرسر من، ببینید میره روی ایمیل بعدی، میاد روی ایمیل بعدی، میاد روی ایمیل بعدی و حالا هر متنی که کار نداریم ایمیل با این ریجکس بخونه که این ریجکسی که ایمیل ها فقط باش همخونی دارن و الگوی یک ایمیله، هر متنی که با این همخونی داشته باشه ببینید داره به خوبی پیداش میکنه. دقت میکنید؟ پس ما نمیتونیم بگیم ریجکس فقط برای برنامه‌نویساش خیر، ریجکس میتونه برای همه استفاده داشته باشه. خب دوستان خسته نباشید، ما موارد تئوری ریجکس رو صحبت کرد و گفتیم مثلا حالا ریجکس چیه، چرا ما باید ازش استفاده کنیم و چه زمانی باید ازش استفاده کنیم و حالا یک مثال هم دیدیم برای اینکه تفاوت یک کدی که با ریجکس نوشته شده با تفاوت کدی که بدون ریجکس نوشته شده رو هم شما ببینید و قطعا توی جلسات بعدی ما دیگه حالا شروع میکنیم به نوشتن ریجکس و عملی بررسیش میکنیم، ببینیم به چه صورته و حالا چه جوری حتی باید ازش استفاده کنیم. البته این بحث چه جوری باید ازش استفاده کنیم و ما اسپسیفیک تو جاوا میگیم. ما خود ریجکس رو یاد بگیریم بنویسیم که چطوری توی زبون مورد نظر خودمون ازش استفاده کنیم دیگه با یه سرچ در میاد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتین میتونید داخل گروه تلگرام یا زیر همین ویدیو بپرسید. تا ویدیو بعد.